سلام به اعضای سایت مدیر وب. خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. میخوام راجع به 3 عامل اصلی صحبت کنم که این 3 عامل باعث میشن بیشتر از 98% افرادی که وارد حوزه کارآفرینی چه نوع اینترنتی چه نوع غیر اینترنتی میشن به شکست بخورن و نتونن کارشون رو جلو ببرن. علت این که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این هستش که به طور روزانه افراد زیادی به اینجا مراجعه میکنن برای مشاوره، برای راه اندازی سایتشون، جلسات طراحی وبسایت، طراحی پورتال ها، پروژه های آنلاین و این تجربه خیلی خوبیه برای ما و من دوست دارم این تجربه رو با شما هم در میون بگذارم تا بدونید که چه اتفاقاتی داره اینجا میفته و چه جریاناتی باعث میشه که افراد بسیار زیادی پروژه هایی رو لانچ نکنن و یک سری افراد دیگه بیان اون پروژه ها رو بزنن، به نتیجه برسونن، موفق بشن و نتایج فوق العاده ای رو هم کسب کنن. من مدت زیادی دارم توی این حوزه فکر میکنم، بررسی میکنم، آنالیز میکنم که چه علتی وجود داره که تعداد این افراد اینقدر کمه. اگر مثلا 100 نفر به ما مراجعه میکنن برای اینکه بخوان پروژه های آنلاین راه اندازی کنن، کارآفرینی اینترنتی بکنن، از این 100 نفر نهایتاً 3% ماکسیموم 5% هستن که به درآمدهای خیلی خوبی میرسن و 95% دیگه اصلا کار رو شروع نمیکنن یا به همین 3 علتی که میخوام به شما توضیح بدم موفق نمیشن. من مدت زیادی بود به این موضوع فکر میکردم، با خودم میگفتم چطور ممکنه یک فردی میاد اینجا با سن خیلی کم، بدون هیچ تجربه، بدون هیچ کاری، میاد توی شرکت ما میگه من میخوام یه وبسایت رو اندازی کنم. ما مثل همه به همون سرویس میدیم و میره وبسایتش رو اندازی میکنه. برای من خیلی جالب بود این فرد وقتی وبسایتش راه افتاد، همین اخیراً هم رخ داد، مبلغ زیادی رو هزینه کرد، 10 میلیون تومان برای پروژه‌ای که می‌خواست هزینه کرد تا ما براشون رو اجرا کنیم. مبلغ هزینه شده برای وبسایتش رو در کمتر از 1-2 ماه اول به دست آورد و این برای من خیلی جای تعجب داشت که چطور ممکنه یک فردی میاد و به ما میگه یک وبسایتی رو میخوام، انقدر پیگیر، انقدر جسورانه کار رو جلو میبره، به درآمد خوب میرسه و یک فرد دیگه میاد شاید بیشتر هم هزینه میکنه، شاید خیلی کارا میکنه و هیچ نتیجه ای نمیگیره و سایت رو رها میکنه. توی محصول مرداب سایت‌های ایرانی راجع به این موضوع و نکته هایی که باعث میشه افراد وبسایت رو رها کنن حسابی صحبت کردم. اما این 3 عامل، این 3 نکته بسیار از نظر من مهم هستن. من علت کنسل شدن پروژه هایی که توسط خود ما اجرا میشد و کارفرما کنسل میکرد رو دونه دونه میپرسیدم، مینوشتم، یادداشت میکردم تا بفهمم عامل اصلی که باعث میشه یک وبسایت به نتیجه نرسه چی هستش. و برام خیلی جالب بود که وقتی فهمیدم عوامل اصلی چی هستن، متوجه شدم که اصلا این ارتباطی به کارآفرینی اینترنتی نداره. تو هر حوزه‌ای از کار، تو هر حوزه‌ای از موفقیت که من نگاه میکنم، این 3 عامل بسیار مهم و حیاتی هستن و شما هیچ فرد موفقی رو نمیتونید پیدا کنید مگر اینکه این 3 نکته رو رعایت کرده باشه و توی اون فرد این 3 عامل بازدارنده به هیچ عنوان دیده نمیشه. خیلی برای من جالب بود. من اول علتهای خیلی زیادی رو نوشتم، شاید 20 تا 30 تا 40 تا علتهای متفاوتی رو لیست میکردم و برام این سوال بود که چقدر علتهای زیادی وجود داره. بعد اومدم دسته‌بندیش کردم ببینم اینا ریشه‌اش از کجاست و فهمیدم فقط 3 تا نکته بسیار مهمه که دقیقاً اگر این 3 تا نکته رو یک فرد رعایت کنه امکان نداره که به نتیجه نرسه. امکان نداره. من ضمانت میکنم اگر این 3 نکته رعایت بشه قطعاً شما موفق خواهید شد و این چیزیه که بارها و بارها و بارها دیدم. صدها نفر مراجعه میکنن، میان، ما کارشون استارت میزنیم و من همیشه حواسم به مشتری خودمون هست. پیش میرید، موفق هستید، کار میکنید، نمیکنید، شرایط چطوریه، کمک احتیاج دارید، ندارید، بیایید این خدمات دیگر رو بهتون بدیم. و برای من خیلی جالب بود. هفته پیش یکی از مشتریان فوق‌العاده ما، یک مشتری فوق‌العاده دوست داشتنی، به خاطر سرویسی که ما بهشون دادیم و رضایتی که داشتن لطف کردن، محبت داشتن به ما و تمام تیم آرمانیک و مدیر وب رو تو یک رستوران فوق‌العاده مهمون کردن نهار. یک جمله خاصی رو اونجا به من گفتن که برای من خیلی دلنشین بود.
یا آقایی با ایشون اومده بودن که ایشون تو جریان کار خیلی نبودن و خیلی سعی میکنن اما تخفیف بگیرن در صورتی که قراردادها بسته شده بود. خود کارفرما گفت من فقط به خاطر یک ویدئویی که صحبت کردیم تو جلسات مشاوره و گذاشتم معادل مبلغ چند 10 میلیون تومان که آخرین قرارداد بود که ما بسته بود رو از یه مشتری الان تونستم کسب درآمد کنم و این علت رضایت منه و خیلی خوشحالم از اینکه این کار رو کردم. و باز هم تو ذهن من میچرخید که چه علتی وجود داره که ایشون باز به این موفقیت رسید، در صورتی که توی حوزه‌ای که ایشون فعالیت میکنن اگر من بخوام به شما بگم که چه حوزه‌ای هست و بگم که توی این حوزه از طریق کار اینترنتی، از طریق بازاریابی اینترنتی میشه نتیجه گرفت، شاید شما خندتون بگیره، بگید اصلا مگه ممکنه که توی این حوزه هم توی اینترنت رفت کار کرد و نتیجه گرفت. حالا اتفاقیه که افتاده، موردیه که رخ داده و یک کیس استادی موجوده اینی که خدمتتون میگم. چند تا گروه دیگه با ما کار میکردن. من جلساتی داشتم هفته گذشته با اون گروه ها. من فراموش کرده بودم که اصلا ما وبسایت این دوستان رو طراحی کردیم. زمانی که اومدن گفتن که این وبسایت ماست و شما زدین و اینا، گفتم که تقریبا فکر کنم 8 ماهی گذشته. خب چه میکردین تو این 8 ماه؟ پس چقدر دیر اومدید شروع کردین و میخوان چیکار بکنید الان؟ دیدم توضیحاتی داد در مورد این 8 ماه گذشته که وقتی این توضیحات رو نوشتم باز هم همین 3 نکته بود و باز هم همین 3 نکته بود. اون دوستی که تونسته بود 27 میلیون تومان درآمد کسب کنه از یک مشتری، باز هم همین 3 نکته رو داشت. یعنی این 3 نکته رو حذف کرده بود، ازش رد شده بود. و این فردی که دیروز من اینجا باهاش جلسه داشتم، یک فردی بود، من با 2 نفر دیروز اینجا جلسه داشتم که هر 2 نفر اینها دقیقاً تو این عامل، یعنی تو یکی از این نکات که بهش میرسیم مشترک بودن. و باز برای من سوال شد که چقدر جالب، باز هم همین 3 نکته عامل بازدارنده فردیه که سالهاست کارمندی رو رها کرده، استعفا داده، اومده بیرون، میخواد یک کار راه اندازی کنه و هنوزم که هنوزه درگیر مسائلیه که باز هم تو همین 3 نکته است. بریم به این نکات بپردازیم ببینیم چی هستند و چرا اینقدر برای من مهم شدن و چطور با رعایت کردن این نکات میشه موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای رو کسب کرد. تا اینجا متوجه شدید که میخوام راجع به 3 نکته بسیار مهم صحبت کنم. اولین نکته و اولین علتی که من توی این دوستان پیدا کردم این بود که این دوستان فقط آرزو میکنن و هیچ اقدامی انجام نمیدن. باور کنید این موضوع خیلی مهمه. میان اینجا دوستان من میبینم میان جلسه، خب من میخوام این سایتو بزنم اینجوری کنم، ایده فوق العاده ناب. یعنی یه دوستی اومد اینجا چنان ایده‌ای به من داد که من اصلا باورم نمیشد که همچین چیزی تا الان اینجا پیاده سازی نشده و شگفت زده شده بودم مثلا نیست واقعا این توی ایران. گفت نه شما سرچ کنید. همونجا سرچ کردیم نه اصلا همچین چیزی تا الان اجرا نشده و به خاطر قولی که من به این دوستمون هم دادم و جلسه مشاوره خصوصی بود گفتم من این ایده رو اجرا نمی‌کنم، فقط به خاطر این قولی که به شما دادم، وگرنه اگر خودم فهمیده بودم قطعا همین امروز راه اندازیش می‌کردم. خیلی برای من جالبه یک عده زیادی هستن افرادی که نمیتونم بهش بگم ادعا، شاید معنی خوبی نده، شاید از ادب به دور باشه، اما یک ادعای واهی، یک آرزوی واهی دارن که یک فروشگاهی دارن تو ذهنشون که خیلی درآمد داره، خیلی همه چی آسونه و یه سری کالا هست میفروشن و همه چی اینترنتیه و اینا خوابن و همه اتفاقا داره میفته و رویا پردازن بیشتر این دوستان. باور بفرمایید اگر من بخوام 100 نفر رو از دوستانی که میان جلسات مشاوره و باشون کار میکنم، بی احترامی نیست، من توی خود جلسه مستقیم به اون فرد این رو میگم، من با هیچ کس تعارف ندارم، همه میدونن اخلاقم چطوره و اینطور نیست الان اونا اومده باشن گفته باشن و من الان بیام جلوی دوربین مطرح کنم. قطعا به خود فرد گفتم که چقدر رویا پردازی، چقدر تو ذهنت میخوای نگهش داری، چقدر میخوای بزرگش کنی توی سر خودت، کی میخوای اجراش کنی. علت مهم و حیاتی که کسب و کارهای بزرگ راه اندازی نمیشن، موفق نمیشند،
اینه که فقط یه رویاست، فقط یه آرزوه و هیچ وقت نمیاد روی کاغذ، هیچ وقت نمیاد توی وب. بزرگترین اقدامی که بکنن دومینش رو ثبت کنن. دیگه این آخرشه ها، یعنی دیگه از این جلوتر خیلی بعید به نظر میرسه. من میبینم که دومین ثبت شد و خب لیست دامین هایی که اکسپایر میشه سالانه برای من معمولا ایمیل میشه از طریق اون هلدینگی که ما باهاش فعالیت میکنیم توی هندوستان. برای من یک ایمیلی میاد لیست دومین هایی که سالانه اکسپایر میشه که تو جریان باشم یه موقع دومینی از دستمون در نره. دومین مشتری هم تو اون هست. من میبینم دومین هایی که تو جلسه مشاوره با هم ثبت کردیم، کلی روش فکر کردیم، کلی ذوق داشتیم، کلی انرژی پشتش بوده، حتی پول تمدیدش هم فراهم نشد، اجرا نشد و این دامین داره اکسپایر میشه و این خیلی منو ناراحت کرد و این باعث میشه که بیام این ویدیو رو بسازم تا بگم بهتون که این اشتباهه. اگر میخواید نتیجه بگیرید اقدام کنید. آرزو کردن و رویا پردازی شما رو به هیچ نتیجه‌ای نمیرسونه. اگر واقعا دنبال نتیجه اید، اگر واقعا دنبال این هستید که ایده‌تون رو به جهان نشون بدید، اجراش کنید، حالا به هر طریقی که شده. یه دوستی اومده بود اینجا، خیلی جالب بود، یه پروژه خیلی خوبی هم داشت و میخواست پیاده سازیش کنه. هرچی میگفتیم خب این اینقدر هزینه شه، میگن دنبال شریکم، با من مشارکت کنید. شاید باورتون نشه هر ماه اگر من بخوام میانگین بگیرم، ما 10 تا مراجعه کننده برای طراحی سایت داریم، 8 تاشون میخوان ما شریک شیم باشون. به نظرتون علت این قضیه چیه؟ آیا فکر میکنن ما دانشی داریم که اونها ندارن؟ شاید این هم باشه، اما من فقط بهتون میگم علتش یک چیزه، ترس. این افراد میترسن که موفق نشن و ترس موفق نشدن رو چطور حلش میکنن؟ میخوان بندازن گردن یک فرد دیگه ای. میخوان یه فرد دیگه ای باشه که مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره، اینا یه گوشه‌ای بشینن پول در بیارن. اگر این مدل روحیه رو دارید، اصلاً به کارآفرینی فکر هم نکنید. اصلا فکر هم نکنید. چون کارآفرینی اصلا با ترس عجین نیست. شما باید ترس رو بذارید کنار. باید فراموشش کنید. اصلا نباید بهش فکر کنید. هر اتفاق ممکنه رخ بده. علت درخواست شراکت این دوستان هم همینه. همین که میخوان ما باشیم، کنارشون باشیم و خیالشون راحت باشه که همه چیز فراهمه. چرا؟ خب اینا پروژه‌های موفق زیادی دارن، پس حتما این رو هم موفق میکنن. ولی نه، همچین چیزی اتفاق نمیفته. به هیچ عنوان ما با هیچ فردی تو هیچ حوزه‌ای شراکت نه داشتیم و نه برنامه‌ای داریم که بخوایم داشته باشیم. پس به این موضوع خیلی دقت کنید. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. هر برنامه‌ای که دارید، هر کاری که می‌خواید بکنید، هر حوزه‌ای که انتخاب کردید، شروع کنید. شده با زدن یه وبلاگ شروع کنید. شده با زدن یه وبسایت وردپرسی ساده شروع کنید. محصول کسب و کار اینترنتی ما واسه همینه. یه وردپرس نصب کنید، بیارید بالا، فروشگاهتون رو بزنید و کارتون رو شروع کنید. این شما رو شاید به جایی نرسونه، اما اقدام اولیه رو کردین، تجربه اولیه رو به دست آوردین و همین خیلی مهمه. همین موضوع خیلی اهمیت داره. پس حتما اینو یادداشت کنید. افراد خیلی زیادی هستن که فقط آرزو دارن. امیدوارم که شما از اون افراد نباشید و اگر هم هستید دیگه بعد از این ویدیو نباشید. آرزوتون رو بنویسید روی کاغذ و همین امروز شروع کنید به اقدام کردن. مطمئن باشید اگر همین یک کار رو عالی انجام بدید، موفقیت شما تضمین شده است. پس همونطور که تا الان بهتون گفتم، یک اقدام ساده، یک شروع ساده خیلی بهتر از یک اقدام جانانه است. اصلا نیازی نداره شما اقدام جانانه بکنید. شروع کنید. اگر هم میخواید بهتون ثابت بشه، میتونید برید تمام کسب و کارهای موفق رو ببینید کدومشون اقدام جانانه ای داشته. اگر یک مورد پیدا کردین، بیاید به ما هم بگید، چون ما تا الان پیدا نکردیم. اقدام جانانه ای در کار نیست. فقط شروع کنید. امروز استارت کارو بزنید، فروشگاه رو بیارید بالا، ران کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. خود کاربرا بهتون میگن ازتون چی میخوان. سابقتون داره میره بالا، حساب میشه به پاتون. بهش اهمیت بدید و خیلی باید براتون این موضوع مهم باشه. دسته دومی از افرادی که میان سراغ ما یه خصوصیت خیلی جالبی دارن. من این دسته رو خیلی دوست دارم. همیشه بهشون لبخند میزنم و میگم که شما تنها دسته‌ای هستید که خودتون میدونید که موفق نیستید
و به این موضوع آگاهید و باز هم نیستید.